خیلی رانندگی با گیربکس دستی رو دوست دارن، ولی از اینکه چجوری کار میکنه اطلاعی ندارن. این ویدیو رو ببین تا با این امروزه ماشین ها و موتورسیکلت ها یا از گیربکس های دستی و یا از گیربکس اتوماتیک برای تعویض دنده استفاده میکنن. در گیربکس های دستی از چرخدنده های ورودی و خروجی برای تغییر دور و گشت‌آور استفاده میشه. بریم با اساس کار گیربکس های اولیه آشنا بشیم. در یک گیربکس ساده دو سرعته با چرخدنده های مستقیم، دو چرخدنده بر روی شافت خروجی پرس شده و با شافت یکپارچه میچرخند و دو چرخدنده به صورت کشویی روی شافت ورودی قرار گرفتن و روی هزارخواری شافت حرکت محوری دارند و این دو چرخدنده با حرکت خود باعث ایجاد نسبت دنده‌های مختلف در دنده 1 و 2 میشن. به عنوان مثال، زمانی که گیربکس در دنده 1 قرار داره و موتور شافت ورودی گیربکس رو با 2000 دور بر دقیقه به چرخش در میاره، چرخدنده ورودی دنده 1 هم با همین دور به چرخش در میاد. و به دلیل اینکه قطر چرخدنده خروجی 2 برابر قطر چرخدنده ورودیه، دور شافت خروجی رو کاهش میده و شافت خروجی با 1000 دور بر دقیقه میچرخه. تعویض دنده از 1 به 2 در این نوع گیربکس ها زمانی امکان پذیره که هیچ قدرتی از موتور به شافت ورودی انتقال پیدا نکنه که این کار بر عهده کلاجه و این اتفاق باعث میشه سرعت چرخش چرخدنده کم بشه تا تعویض دنده راحت‌تر انجام بشه. و زمانی که گیربکس در دنده 2 قرار داره، به دلیل اینکه قطر چرخدنده خروجی نصف قطر چرخدنده ورودیه، دور شافت خروجی 2 برابر افزایش پیدا میکنه و با 4000 دور بر دقیقه میچرخه. برای تعویض دنده راحت‌تر و سریع‌تر در گیربکس‌های دستی سیستم سنکرونیزه طراحی شده است. خودروهای امروزی معمولاً از گیربکس‌های دستی 5 سرعته و یا 6 سرعته استفاده می‌کنند، اما ما در این ویدیو برای بهتر جا افتادن موضوع نحوه عملکرد یک گیربکس 4 سرعته رو توضیح میدیم. در این نوع گیربکس‌ها شافت ورودی به موتور وصله و نیروی خودش رو به شافت زیر که با کانتر شافت نمایش داده شده انتقال میده. شافت زیر هم با انتقال نیروی خودش شافت خروجی رو میچرخونه و در نهایت با انتقال نیروی شافت خروجی به چرخ‌های محرک خودرو شروع به حرکت میکنه. انتقال توان تولیدی موتور به شافت ورودی توسط یک کلاج استکاکی قطع و وصل میشه. در این حالت راننده پدال کلاج رو فشار داده و کلاج خلاصه و هیچ نیرویی به شافت ورودی انتقال پیدا نمیکنه و به محض برداشتن پا از روی پدال کلاج مجموعه کلاج درگیر میشه و نیرو رو به شافت ورودی انتقال میده. وقتی که شافت ورودی شروع به گردش میکنه، نیروش رو به چرخدنده پایینی انتقال میده و به دلیل اینکه تمام چرخدنده‌ها بر روی شافت زیر پرس شدن، همراه با شافت به صورت دائم میچرخن. و از آنجایی که چرخدنده‌ها بر روی شافت خروجی هرز میچرخن، برای اینکه هر چرخدنده با شافت خروجی قفل بشه و نیروی خودش رو به شافت خروجی انتقال بده، از سیستم سنکرونیزه استفاده شده. برای قفل شدن چرخدنده 1 با شافت خروجی، ابتدا باید کلاج خلاص بشه تا توان موتور به شافت ورودی انتقال پیدا نکنه و بعد کشویی با حرکت خودش چرخدنده 1 رو با شافت خروجی یکپارچه میکنه. و سپس با درگیر شدن کلاج نیرو از موتور به گیربکس و از اون به چرخ‌های محرک خودرو منتقل میشه و خودرو شروع به حرکت میکنه. وقتی راننده بعد از کلاج گرفتن دنده رو از 1 به 2 تعویض میکنه، کشویی به سمت چرخدنده 2 حرکت میکنه و اون رو به کمک توپی به شافت خروجی قفل میکنه و بعد از درگیر شدن کلاج نیرو از چرخدنده 2 به شافت خروجی و از آنجا به چرخ‌های محرک منتقل میشه و به این ترتیب سرعت خودرو بالاتر میره. و دقیقاً تمام کارهایی که برای تعویض دنده 1 و 2 گفته شد، برای تعویض دنده 3 و 4 هم اتفاق میفته و به همین شکل عمل میکنه. و اگر دقت کنید متوجه میشید که هرچه به دنده‌های بالاتر نزدیک میشیم، قطر چرخدنده روی شافت خروجی کمتر از قطر چرخدنده روی شافت زیر میشه و این موضوع باعث افزایش دور و کاهش گشت‌آور میشه و دقیقاً همون چیزی که خودرو توی سرعت‌های بالا بهش نیاز داره. تو دنده عقب هم در اکثر گیربکس‌ها یه چرخدنده واسط به مجموعه اضافه میشه تا حرکت چرخدنده خروجی رو معکوس کنه. تو این حالت چرخدنده‌های دنده عقب حتما مستقیم هستن و به خاطر همینه که دنده عقب یه مقداری سفت‌تر جا میره. همونطور که میبینید دلیل اینکه دست دنده به صورت حرف اچ انگلیسی حرکت میکنه اینه که توی فضای کوچیک جابجایی کشویی‌ها و قفل کردن و خلاص کردن چرخدنده‌ها بر روی شافت خروجی امکان پذیر باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ممنون میشم مثل همیشه با لایک و کامنتتون بهمون